از دوره دبیرستان من با 2 نفر خیلی صمیمی بودم. 2 تا دوستی که یه جورایی مثل خواهر برام بودن به اسم مریم و شیما. انقدر روابط ما عمیق بود و ما با هم بیرون میرفتیم، با هم خرید میرفتیم، کار ناخن داشتیم، آرایشگاه، همه اینا رو با هم میرفتیم و انقدر که ما صمیمی بودیم خانواده ها هم درگیر شدن و عملا خانواده ها هم با هم رفت آمد پیدا کردن، به هم پیام میدادن، با هم بیرون میرفتن بدون ما و کلا روابط عمیقی بین ما 3 خانواده شکل گرفته بود بین همه اعضا. و کلا هم شیما قصد مهاجرت داشت از بیس، از همون روزای اولی که با هم دوست شدیم همیشه پس ذهنش سودای مهاجرت بود. بعد از یه مدت که همینطوری با هم دوست بودیم دیدیم شیما جواب تلفنامون رو نمیده، بیرون میخوایم بریم ما رو پس میزنه، هی لغو میکنه قرارا رو و ما متوجه شدیم زیاد دوست نداره با ما در ارتباط باشه. هر چقدر زنگ میزدیم جواب تلفن نمیداد، تا اینکه بعد از گذشت چند ماه شیما به مریم زنگ زد و یعنی دمدمای رفتنش بودش، به مریم زنگ زد و گفت که مریم من به خاطر اینکه میخوام مهاجرت کنم و یه سری مسیرهام با شما فرق میکرده ازتون فاصله گرفتم. گاهن دوستی ها ممکنه تو بعضی مواقع سد راهت بشن و نذارن تو به کارات برسی. که اونا با هم صحبت کردن و خدافظی کردن و اونم شیما هم مهاجرت کرد. خب اجباری هم کلا نبود که حالا شیما ما رابطه داشته باشه، چون بالاخره هر رابطه طریق انقضا داره و بالاخره انتخابش بود و قابل احترامه. من و مریم داشتیم به دوستیمون ادامه میدادیم تا چند ماه پیش که مریم هم جواب تلفن منو زیاد خوب نمیداد. هر موقع زنگ میزدم میگفت دستم بنده، بهت زنگ میزدم ولی زنگ نمیزد. هر موقع بهش پیام میدادم سرسری جواب میداد. قرارای بیرونم که اصلا کلا خیلی محدود شده بود. من خیلی ناراحت شدم و چون زخمی از رابطه قبلی دوستی با شیما هم بودم یه چیزی مثل اون برام تداعی شد و خودم فاصله گرفتم. بعد از یه مدت مریم خیلی سعی کرد، زنگ زد، به مامانم زنگ زد، به خودم و جواب نمیدادم. به مامانم زنگ زد گفت خاله خواهش میکنم زهرا بگو که دوباره جواب تلفنای منو بده و اینا. مامانم واسطه شد گفت زهرا جان با مریم صحبت کن، مشکل نیست و اینا. منم دیگه زنگ زدم گفتم که من اصلا دوست ندارم با ناراحتی برخورد کنم، اما و نمیخوام خشم داشته باشم در برابرت، ولی خیلی اذیت شدم این مدتی که نبودی و اینا، به چشم اومد چون همه جا تو بودی و اینا. گفتش که مریم جوابی که برای من داشت این بود که تو محیط کارم یه ذره دچار مشکل شده بودم و چون اساسا مریم آدم تک‌بعدی و کمالگراییه احساس کرده بود که چون اونجا ذهنش درگیر محیط کارشه نمیتونه با من حتی مکالمه داشته باشه و بیرون بره و اینا. برای همین من فاصله گرفته بود تا مشکلاتش حل بشه و بعد به من رجوع کنه. این داستانی که برام تعریف کرد اصلا برای من قابل درک نبود و من اصلا نتونستم قانع بشم، چون که آدم ها یه زمانی نیاز دارن که دوستشون، پارتنرشون، خواهر برادرشون تو اون بحبوح زمانی بهش نیاز دارن. وقتی که از اون زمان بگذره دیگه عملا آدم ها عادت میکنن به نبودن طرف مقابلشون. برای همین دیگه هیچ دلیلی وجود نداره که رابطه ادامه پیدا کنه. من هم رابطم با مریم کم و کمتر شد تا اینکه کلا رابطمون با هم قطع شد. سلام، من مهرک هستم و به کانال من خیلی خوش اومدید. این داستان یکی از شما بود و من صرفا راوی بودم. امیدوارم لذت برده باشین. نظراتتون رو با جون دل میخونم. این باقالی پلو جذابم، تمام توضیحاتش رو توی دیسکریپشن نوشتم براتون. درست کنید و لذتش رو ببرید. مرسی که کنارمید و ازم حمایت میکنید.